گل فصل بهاران است فرزند، دوام عمر انسان است فرزند. ندارد قدر و قیمت مالی دنیا، عزیز و بهتر از جان است فرزند. ببینید که شاعر چه زیبا گفته است در وصف فرزند. فرزند این جگربند از دل و جان ما و شما است. چه زیبا گفته است. لیکن اون روز یک خانه دوست مهمون شدیم. خیلی فرزندکاش آمدن گفتن اکره ای پیش ببینیم. خیلی دور میدیدیم ای پیش ببینیم. خیلی شدیم. بعدم بچه که میدکش اومد، یک 3 و نیم ساله است. خیلی بعد شوخی کرد، ما هم شوخی کردیم، بازی کردیم. یک وقت همون لاله قند گرفت، یک قند در این پیشانی مو زد. خیلی گفتیم خوب است. با یک ایسو ستا خورد، با گرفت یک قند کلانتری دیگر را زد. بعد غولین کتی زد، خیلی دانه کتی زد. من هم همین نگاه دارم که هم پیستا کتی بزنه که دو پیستا بخریم. دور ترک موندگی بود. نه پیستا کتی نزدم، چیزای وزمین کتی زد. آخران همون کاسه چکه دا گذشت که من هم پدرش گفتم که برادری جانی من همین شعر خواندم ده. گفتم گل فصل بهاران از فرزند. همین هم میدونی گفت که همین شاعر بسیار زیبا گفته است. ولی که گفتم یک شاعر دیگه گفته است که فرزند عزیز است، آدابش از او عزیزتر. دیگه و برادرم گفت های شاعرم خوب گفته، نه که همون کودک نگرفت ای پیشمون. همون تشکیلی رفتیم دعوت میکردن، زهری بدن مو شد. من نمیدونم این جوان حاضره، همین کودکای حاضره چه خیلی یک ماده برآمده چریبنای دولینی بیچاره چریبنای دارن. چریبنای وقتش ما نمیدونم نه چریبنای فهمیدیم نه گلونای فهمیدیم. مقصد که خداوند همه ما و شما را هدایت کنه، فرزندای ما و شما را راه صراط المستقیم هدایت کنه. اگر کجایی که مهمانی رفته برادرها، خواهش میکنم که همین تشکیلیتون دعوت کردن، شیرخوانی نکنه، همین تیز بخری و بره پسی کارتون.